سلام دوستان خوبم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و به کانال اسکانیا سعیدم خیلی خوش اومدید. اگر اسکانیا دارید و یا در زمینه تعمیر و یا فروش قطعات اسکانیا فعالیت دارید، این کانال مختص و دقیقاً برای شماست. امروز میخوام یه چند تا از پرفروشترین قطعات فروشگاهمون رو بهتون معرفی بکنم که اولین قطعه شیر کنترل سوخت اسکانیا یورو 4 XPI هستش. موقع خرید این قطعه حتما به برند و کیفیت ساختش دقت کنید، چون روی عملکرد و دوام خودرو تاثیر مستقیم داره. اینم یکی دیگه از قطعاتی هستش که مشتری زیادی دنبالش هستن. قبل از خرید حتما مطمئن بشید که مناسب مدل اسکانیاتون باشه. لنت دیسی اسکانیا از برند فراسلی با بهترین متریال و کیفیت. این محصولم که میبینید سوپاپای دود و هوای اسکانیاست، سه‌خوار و تک‌خوار. یکی از قطعات پرمصرف اسکانیاست که کیفیتش اهمیت زیادی داره. توی این کانال معرفی قطعاتی نداریم، آموزش نکات فنی، بررسی برندهای مختلف و تجربه‌های کاربردی مربوط به اسکانیا رو داریم. اگر دوست دارید در مورد قطعه خاص ویدیو بسازید و یا سوالی دارید، تو قسمت کامنت ها اسمشو بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله اعلام رو فعال بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنون که همراه ما بودید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.